امروز قرار برنامه رژیمی 1 روز منو با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها من هر شب پرده میکشم که نور توی چشمم نیفته. موقع که میخوابم بالشم میذارمش که پرده تکون نخوره. طبق معمول همیشه ضد آفتاب میزنم و چون امروز قرار ساعت زیادی بیرون از خونه باشم اصلا دلم نمیخواد تایم طولانی میکاپ روی صورتم باشه. برای همین فقط ابروامو درست میکنم و همین. البته که یه بالم لبم اضافه میکنیم که لبامون کویر نباشه. این صبحونه من و همکارم با همه، ولی مقداری که تو تصویر میبینید و من فقط ازش خوردم. بعد صبحونه حتما مکملای روزمو میخورم و برای نهار حدود 200 گرم عدسی خوردم فقط. توی باشگاه در مجموع 20 دقیقه ترکمیل کار کردم، 20 دقیقه هم کار با دستگاه داشتم و به نظر من سخت‌ترین مرحله باشگاه بالا رفتن از پله است وقتی که پا کار کردی. برای بعد باشگاه هم یه مش نخودچی کشمش خوردم و برای شام دیسو نگاه نکنید، من فقط 8 قاشق از این دیسو خوردم.